تلویزیون بدخشان گزارش ویدیویی مرکز مطبوعات ستاد بین اداروی تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان را نشر کرد که در آن لحظه های مصادره سلاح مربوط به لیدرهای غیر رسمی محله های خلیبزاوت و گلاباد شهر خوروغ طالب ایومبیک و نیوشا گلابوف ثبت شده است. ستاد شام 13 میلیون سال 2022 خبر داد که از خانه ایومبیکوف سلاح و مهمات جنگی دریافت کردند. حسن علی عبدالرحمانوف پسر طالب ایومبیکوف در این گزارش گفت پدرم از زنده به من زنگ زد گفت که بچه های گرد اطراف سلاح و یراق جمع میکنن میبرن و مقامات امنیت زنگ میزنیم میسپاریم همشون. آوردیم جمع کردیم هم از یراق و اسلحه و جمع کردیم نه 6 عدد автомат 15 تا مگزین 400 تیر یک تا گرانتمیود 8 تا سناریاد و 8 تا زریاد و پتسونکا آوردیم این سپاریدیم. اصلا گلابوف امک بچه گلابوف نیوشو نیست در این گزارش پیرامون مصادره یراقها در کوچه عبدالرحمن گفت گلابوف نیوشو با من زنگ زد گفت که همه یراقها را بسپارید 15 تا автомат 11 تا مگزین آورده همه نو را سپاریدیم. ستاد بین اداروی قبلا خبر داد که در پی ادامه چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی و نشانداد عیبدار شونده طالب ایومبیکوف سال تولدش 1966 سرکرده گروه متشکل جنایتی محله زواد نان شهر خوروغ در شاهده شخصان خالص و در حضور پسرش عبدالرحمانوف حسن علی طالبوویچ در خانه شخصی او در کوچه ایومبیکوف خانه 58 شهر واقع می باشد مقدار کلان سلاح و مهمات جنگی مصادره کرده شدند. این چنین گفته می شود در ادامه اطلاعیه استاد بین اداروی در اساس نشانداد عیبدار شونده گلابوف نیوشا اسلشویویچ سرکرده گروه متشکل جنایتی محله گلاباد شهر خوروغ سال تولدش 1982 از جانب پسرعمکش اصلان گلابوف تصدیق می گردد از کنار منزل استقامتیش واقع در کوچه عبدالرحمن به نوع 92 شهر 15 автомат کلاشنیکوف با 11 تیردان مصادره کرده شدند. تفتیش این اطلاع مقامات توسط منابع دیگر غیر ممکن به نظر می رسد. نزدیکان ایومبیکوف و گلابوف برای شرح این خبر دسترس نیستند. طالب ایومبیکوف نیوشا گلابوف و منور شنبیف از جانب کارمندان مقامات حفظ حقوق روز 11 ایون بازداشت شدند. گفته می شد که آنها را برای صحبت به مقامات دعوت کردند ولی دیگر هیچ کدامش برنگشتند. روز 12 ایون در جریان یک عملیات ویژه در محله اوپیده یا تیرچی شهر خوروغ دو لیدر دیگر غیر رسمی این محله زهیر رجب و خورسند مزاروف کشته شدند. از این قبل روز 22 می محمد باقروف لیدر اعظم معروف و معتبر ولایت مختار کوهستان بدخشان به طور مرموز کشته شد. امرالدین علوشوف یک لیدر دیگر این ولایت مختار پیشتر از روسیه آورده به 18 سال زندان محکوم کردند. به این ترتیب از اف لیدر با نفوذ ولایت مختار کوهستان بدخشان که ستاد بین اداروی ماه اکتبر سال 2018 با هر کدام آنها پروتکل علاحده امضا کرده بود حالا تنها یادگار محمد سلاموف باقی میماند. یادگار محمد سلاموف به فرق از اکثر لیدرهای دیگر منطقه نه در شهر خوروغ بلکه در دهه پرش نوینویه شغنان زندگی میکند. اخیرا یک منبع از نهادهای دولتی بدخشان به بامداد گفت مقامات قدرتی با یادگار محمد سلاموف مشکل ندارند. به گفته این صحبت ما یادگار کیهو باز از همه فعالیت‌های ضد حقوقی دست کشیده دیگر به یگان کار دخالت نمی‌کند و به مثل یک شهروند عادی حیات مقرری به سر میبرد.